حالا حس کنکونت استاد باز به سوال ها میپردازیم. سوال ها زیاد دستن خواهرها، البته منظرت میخواهم. ببینید سوال این در هست که یعنی که میگویند یکی خواهر، سوال این است که من صاحب پنج فرزندم و والدینم ندانسته مرا به یک اولاد سعیدزاده ها گفته به شوهر دادند. 17 ساله، یعنی 17 ساله است، عائله دارم. طول 17 سال. با گذشت وقت من فهمیدم که این ایشان های به نام سعیدزاده هم صوفی اند و هم از طریقه نقشبندی و نقشبندیشون. و من کم کم شوهرم را به راه آوردم و ما از آن خانه برآمدیم. حاضر ما در کوارتیر زندگی میکنیم، ولی حاضر شوهرم از والدینش روی نگردانده است و آنها مرا گاه گاه به خانه اشون دعوت میکنند به جهت به یگان کار یاردم کردن. اگر من روم و یاری رسانم به چی گناه مرتکبم؟ جزاک الله خیر. بارک الله فیکم. الله سبحانه و تعالی رو حمد بکنید، شکرگزاری بکنید که شما رو هدایت کرده است. از اینقدر گرد و اطراف از شرک و کفری که هست شما را نجات داده است. این رحمت الله هست، این انتخاب الله هست. یخلق ما یشاء و یختار. و شکرگزاری کنید و دین خود را باز خوبتر آموزید، باز دقیقتر آموزید، فهمید و به دیگرها هم رسانید. بارک الله فیکی. بهترین از خیلی خوشحال هستیم که الحمدلله قوارو همچنین میفهمند. اما وقتی که خب به خانه خوشتومن شما رو دعوت میکنید، به بعضی کارها میروید، این عمل رو به خاطر ملایم کردن قلب اهل خانواده خوشتومن و طرفی همون شوهرتون، مادر یا پدر شوهرتون، بروید کمی کمک بکنید در بعضی کارهایش، معامله خوب بکنید، آیسته آیسته قلب اونها رو به دست بیاورید. به سبب مهربانی و کمک یاری دادن، الفت و مهربانی که در قلب اونها به وجود آمد، آهسته توحید رو رسانید به انا. همین چنین کارها باکی ندارد، درست است. اما این یعنی همیشگی نه، بلکه یک به خاطر دعوت، به خاطر الفت، یا که به خاطر اینکه به شما دشمنی نکنند و به شما بدبینی زیاد نکنند، باکی ندارد. بارک الله فیکم. بارک الله. سوال دیگری این است که و با سوال دیگر، مادرم 63 ساله هستند. به طلبات پدرم جواب دادن نمیتواند و پدرم امکانات ندارد که در دیگر جا زن بگیرد. مادرم در این حالت چیکار کند؟ گناهکار است؟ بارک الله فیکم. اگر زن طاقت بگیم یک شرایط یا جسمان یا روحان جوابگو به شوهر نباشد در مسئله علاقه، همخوابگی و غیره، از سبب مریضی یا از سبب دیگری از دیگرها، او از همین چیز دور باشد، البته که اینا هیچ کس هم گناهکار نمیگه. برای چی؟ برای که طاقت او تمام است. فاتقوا الله ما استطعتم. مرد گناهکار است که زنی دو نمیگیرد. مرد باید زن بگیرد. اون زن یافته باید شود، خفته پیدا کرده که زنی دو بگیرد. و برای این البته حرکت لازم است. مشکلی ها وجود دارد. اگر بگوییم که دیگر حالت نیست، مجبور است، صبر است، صبر است. اما زنی که نمیتواند مقصد از این کارها، او را چگونه یک کاری که از قدر سیتواسیونی به سر او فرض میکنه در حالتی که با پیر است. برای همین صبر است و اینجا کسی رو کسی گناهکار گفته نمیتواند. والله اعلم.